رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه ماه نوامبر امسال با رهبران کشورهای آسیای مرکزی در نشست کشورهای ترک زبان در آستانه قزاقستان واخورد. اردوغان امیدوار است که با استفاده از پیوندهای قومی در این منطقه غنی از نفت و گاز حضور اقتصادی و دیپلماتیش را قوی می‌کند و در آسیای مرکزی با چین و روسیه وارد رقابت می‌شود. یکی از افضلیت‌هایی که ترکیه دارد استفاده از پیوندهای فرهنگی است و شاید روسیه و چین برتری‌های دیگر داشته باشند. یکم اینکه روسیه از نگاه امنیتی و داشتن دست قوی در منطقه حضور دارد. البته چین بازیگری مهم در اقتصاد کشورهای منطقه است، اما هیچ کدام از آنها از نگاه فرهنگی قومی پیوندی را مثل ترکیه با منطقه ندارند. حضور اردوغان در آسیای مرکزی بخشی از تلاش‌های کاهش دادن وابستگی ترکیه از اروپا پس از سرد شدن رابطه‌های این کشور با اتحاد اروپا دانسته می‌شود. روسیه نیز که برای جنگ در اوکراین زیر تحریم قرار دارد، همچنان تلاش دارد که نفوذش را با کشورهای آسیای مرکزی قوی‌تر نگه دارد. روسیه با مشکل جدی واردات و صادرات مال و محصولات دچار است. راههایش به غرب بستند و دیگر از آنها استفاده کردن نمیتواند. ایالات متحده آمریکا نیز با آسیای مرکزی توجه دارد و تلاش میکند نفوذ افزاینده چین و روسیه را در منطقه کاهش دهد. تحلیلگران میگویند هدفهای مشترک انقره و واشنگتن میتواند آنها را در منطقه به هم آورد. بایدن در حاشیه نشست سازمان ملل متحد در نیویورک با رهبران کشورهای آسیای مرکزی واخورد. امریکا کوشش میکند که با همکاری‌های در آسیای مرکزی از نفوذ چین پیشگیری کند، با روسیه رقابت نماید و برای پیاده کردن این هدفها ترکیه کشور عضو ناتو میتواند که یاری رساند. روسیه که آسیای مرکزی را حوله درون یا منطقه زیر نفوذ خود می‌داند، به گفته ناظران حضور ترکیه را خوش قبول نخواهد کرد. اما با عقیده تحلیلگران حالا پوتین برای دریافت حمایت و دور دادن تحریم‌ها تلاش می‌کند که با اردوغان رابطه‌اش را خوب نگه دارد. احتمال دارد که روسیه ضعف‌های خود را برطرف کند و با ترکیه وارد رقابت شود. من بر اینم که روسیه و ترکیه رقابت می‌کنند، ولی نه در 2 سال آینده که روسیه زیر فشارهای اقتصادی است و باید به این وضع مطابق شود. روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا برای کشورهای آسیای مرکزی طرح‌های گوناگونی دارند که هدفشان نفوذ بیشتر در منطقه است. تحلیلگران بر اینند که منطقه به یک رقابتگاه نوی کشورهای برقدرت تبدیل خواهد یافت که در آن انقره هم نقش کلیدی خواهد داشت.